من بهت یه دونه پمپ دستساز طبیعی بهت یاد بدم که قبل تمرین حتما بخوری و حین تمرین بهترین دم عضلاتی رو داشته باشی. خیلی قهوه‌ای که میخورن میگن کافئینش تأثیری نداره. قهوه رو که میخوای بخوری با شکلات اصلا نخور، چون تحریک انسولین داره. انسولین تو میبره بالا، بعد انسولین هم ذخیره انرژی میکنه، پس پمپ عضله رو کلا کنسلش میکنه. بعد خیلی که قهوه میخورن میگن که کافئین نداره یا تأثیری نداره. قهوه به خاطر اینکه به مرور زیاد کافئین وارد بدن میشه، پتاسیم هم دفع میکنه. به خاطر همین شما باید از میوه های مثل موز، انجیر و طالبی، پرتقال از اینا مصرف کنین که پتاسیم بدن برگرده. پس پمپ طبیعی دستسازمون شد 2 شات اسپرسو، 1 قاشق عسل طبیعی و 5-6 قطره آب لیموی تازه. اینا رو میتونی با هم میکسشون کنی و 15 تا 20 دقیقه قبل تمرینت اینا رو مصرف کنی و حین تمرین استقامت و انرژیت کلا میره بالا و دم عضلاتی خیلی خوبی رو داری. این پستم لایک کن، به دوست ورزشکارت هم بفرست.